اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. و همه نعمتهای خداوند شکر می طلبد و نتیجه هر شکری هم دوباره برای ما و شما بندگان خدا هست. با شکر نعمتهای خداوند هم خداوند رو نصیب خودتون میکنید و هم برکت نعمت و هم مزید نعمت، یا بقای نعمت و هم مزید نعمت و برکت نعمت. لئن شکرتم لازیدنکم. پس شکر یک نیاز هست، نیازی که خدا را برای ما حفظ بکنه و نعمت را برای ما حفظ بکنه و برکت را در زندگی ما ایجاد بکنه. و تنها چیزی که خداوند از ما و شما بندگانش خواسته این که خدا را شکر بکنید در همه حالات زندگیمون. و خداوندم وعده داده لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شما قدرشناس نعمتهای من باشید، از من تشکر بکنید، منم انواع برکت ها را بر شما سرازیر میکنم و شما را در همه امورات زندگیتون خاتمه به خیر میکنم. این مجلس خودمون امشب یک مجلس تشکر از خداست. اگر این مراسم غیر از این بود، مجلس کفران نعمت بود، مجلس ناسپاسی بود، مجلسی بود که خدا از اون مجلس خوشنود و خرسند نمیشد. مجلس ازدواجه. ازدواج سنت خدا و رسول خداست. مراسم اسلامی و سالم هست. جشن سالم و طبق فرمایشات خدا و ارشاد خدا و رسول خدا و طبق خواسته خدا هم دوباره مطلوب خداست. این هم یک تشکر از خداست. خیلی ها ازدواج میکنن، تشکر از خدا میکنن با نعمت ازدواج، ولی مراسم جشن ازدواجشون توهین به خداست. با نام خدا دختر حرام مردم را برای خودشون حلال میکنن تا نگن بسم الله علی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، صیغه عقد خونده نشه، دختر مردم براشون حلال نمیشه. پس با نام خدا حرامو برای خودشون حلال میکنن، اما تو شب جمعه تو جشن عروسیشون دوباره مرتکب حرام میشن. از اسراف گرفته تا خواننده های بی تقوای مشروب خوار گرفته، تا چشمچرانی گرفته، تا بیبندوباری گرفته و انواع معصیت ها تو جشن عروسی که ابتداش برای رضای خدا بوده. دستور خدا را به جا آوردن ازدواج کردن، اگر نه میرفتن زنا میکردن، دستور ابلیس رو به جا می آورد. پس اگر ما بنده خدا هستیم، تو تمامی مراحل زندگیمون باید بنده خدا باشیم. امشب واقعا مجلس خوبیه.
تقریبا کل روستا اینجا جمع شدن، هم برادرها هم خواهرها، هم پدرها هم مادرها، هم دخترها هم پسرها، فرزندانمون همه، بزرگترها. چقدر خوبه. همه جمع شدن که به خدا بگن خدایا ما تصمیم گرفتیم که از این به بعد بندگی صحیح و درست تو بکنیم. اگر مراسمی قبل از این نادرست برگزار کردیم از روی نادانی بود، نه از روی اعلام جنگ با تو. نمیفهمیدیم. حالا تصمیم گرفتیم که مراسم سالم طبق رضای تو برگزار بکنیم که بچه هامون بیان قرآن بخونن. شما دیدی بودید که تو عروسی کسی قرآن بخونه، کسی اناشید اسلامی بخونه، کسی درباره خدا و رسول خدا و دین خدا و ایمان و اخلاق و طهارت و پاکی صحبت بکنه؟ عروسی یعنی چشم‌خرانی. عروسی یعنی یه لوتی مست باشه، تریاک بکشه، کلش گرم بکنه، بعد بیاد وسط زن مردم و وسط مردم ساز بزنه و پول به هوا بریزن براش. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند روز قیامت بندگان خدا اون چیزی که دوست دارن در دنیا با همون تو قیامت محشور میشن. اگر کسی در دنیا عاشق لوتی است و ساز لوتی و دهل لوتی، روز قیامت هم دست تو دست لوتی در محضر خدا در دشت محشر بلند میشه. المرء مع من احب. یکی آمد گفت ای رسول خدا صلی الله علیه وسلم، من فقط نمازهای فرضمو میخونم، روزه رمضانمو میگیرم، صدقه واجبمو میدم، زیاد نماز سنت و صدقه سنت ندارم تو زندگیم، ولی یه چیز دارم، خدا و رسول خدا رو قلباً دوست دارم. آیا راهی برای نجات هست؟ گفت شما روز قیامت همراه اون کسانی هستی که دوستشون دارید. اگر کسی در دنیا عود میزنه، سر عروسی ها میرقصه، روز قیامت هم با همون رقصش محشور میشه، عودش تو بغلشه. اگر کسی رو با کاردی بکشه، روز قیامت همون کارد دستشه و قطره خون داره میچکه. مقتول میگه خدایا بارالله از این برادر سوال بکن به چه علتی، به چه گناهی با این کارد منو کشت. اگر ما خواهان سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم باشیم، روز قیامت در صف امت رسول الله صلی الله علیه وسلم محشور خواهیم شد. چقدر برنامه خوبیه. بچه های شما آمدن نام سوره ها را گفتن، هر کدوم یه سوره خوندن، جایزه گرفتن، تشویقشون کردید، یه آماری دادن درباره وضعیت روستا. آمار خیلی خوبی بود. تعداد دانشجوهاتون شما در آینده 5 تا عالمی که لیسانس الهیات دارن، دانشکده الهیات خوندن خواهید داشت. یعنی علمای تحصیل کرده. نه افتخار نیست؟ علمای دانشگاهی. 2 تا مدیر مدرسه تون از خودتونه. مشکل آب روستا با یه برکه‌ای که یه خیر درست بکنه حل میشه. غم برکه آب نخورید. خیرین میان برکه آب درست میکنن، 20 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون. جای لوله نباشه، لوله میخرن، از برکه وصل میکنن، از چاه وصل میکنن به داخل روستا. اما قصه اون بخورید. یه لوله های دیگه هم باید وصل بشه که آب حیات معنوی رو به ما وصل بکنه. شیخ زیایی رحمت الله علیه کسی بود که لوله های رحمت خدا رو به در خانه ها برد. شیخ زیایی هم لوله کش بود، خیر بود. اما لوله‌ای که شیخ زیایی 35 سال پیش آمد تو اهل سنت جنوب لوله کشی کرد، وصل کرد به چاه توحید.
به چشمه زلال قرآن، وصل کرد به منبع ایمان، به اونجا وصل کرد و یک سر لوله رو گذاشت تو دل مسلمان و بعد باز کرد اون شیر فلکش رو. کلام خدا قرآن آمده که رحمت خدا را به ما بچشاند. آقای ضیایی رحمت الله علیه آمد با کلام خدا رحمت خدا را به منطقه چشاند. شما غصه برکه آب نخورید، برکه آب درست میشه، دردش دیگه 30 میلیون تومنه. خیلی هستن که اعتقاد دارن برکه درست کنن و درست میکنن. اگر غصه‌ای باشد باید غصه دینتون بخورید، ایمانتون. در چه حد ایمانتون؟ برکتون پر باشه یا کم باشه بالاخره میشه. هنوز تو منطقه خودمون با وجودی که این مناطق لوله کشی نیست، آب لوله رسانی نشده، ولی هنوز نشنیدیم که یه نفر تو منطقه به خاطری که آب برکه ها تمام شد مرده باشد. هنوز نشنیدیم. روستای دیوان زود آب برکه هاش تمام میشه، اطراف بندر لنگه با تانکر آب میرن بندر لنگه، میخرن میارن تو برکه ها خالی میکنن. 20 تا تانکر، 30 تا تانکر، 100 تا تانکر. خیرم پولش میده، یه خیر میگه 10 تا تانکر به حساب من بریز. شما غصه اون نخورید، غصه این بخورید که این بچه ها چطوری تربیت بشن. برادرمون درویش نژاد چیزهای خوبی گفت، آمار خوبی داد، امیدوار کننده است. تو یک روستایی که 1 ساعت تو دامنه کوهه و همش کوهستانیه و خانه هاشون همه رو کوهه و تپه است، 5 تا عالم دین داشته باشن. تصور بکنید همین 30 سال پیش در کل 3 تا استان جنوبی اهل سنت، استان هرمزگان و فارس و بوشهر، همش 5 تا عالم بیشتر نبوده. نهایتش 10 تا. یکیش تو عوض بوده آقای فقیهی، یکیش تو لنگه بوده شیخ محمد علی خالدی، یکیش تو کوهج بستک بوده آقای کوهجی، یکیش تو بندر عباس بوده آقای خطیب، یکیش تو خمیر بوده آقای سید امیر شیخ، یکیش تو جزیره بوده حاجی محمد شریف صالحی. بعدم آقای ضیایی آمد به این قافله اضافه شد، جمعاً شدن 6 تا یا 7 تا. کل علمای 3 تا استان همش 7 نفر بودن. ولی برادرمون و عزیزمون میگه ما فقط امروز تو روستای خودمون 5 تا طلبه‌ای داریم که دوره عالی خوندن، یعنی دانشکده الهیات خوندن، و 6 تا هم تو دوره مقدمات و متوسط داریم که 2 سال دیگه وارد عالی میشن. همینطوری که مردم دیندار نمیشن. اما این بدونید، من خبر دارم این همه راه از سر جاده اصلی تا اینجا با اون همه سختیش، بیخ گوش شما در کنار شما، همین جایی که جاده ها منشعب میشه، شاید در ماه 2000 3000 4000 کیلو مواد مخدر ترانزیت میشه از همینجا. همین هفته گذشته توسط خود اهالی 700 کیلو تریاک ضبط شده، گرفتن، و اونم خواست خدا بوده که این ماشینی که مواد توش بوده بزنه به یک موتورسیکلتی، به یکی از همشهریان شما، فرار بکنه، بیفتن دنبالش، و متاسفانه کسی که راه پاک کنش هم بوده مال همین منطقه بوده. کسی که راه پاک کنش بوده که مأموری کسی نباشه مال همین منطقه بوده. از دست که باید بنالیم؟ به خاطر که یک 100,000 تومان پول بگیره تو ماشین مینیشه راه پاک میکنه، بیا خبری نیست. 700 کیلو تریاک هفته گذشته خواست خدا بوده. اینا کجا میره؟
میخواد بیاد ریشه علم و دانش و دین و اخلاص و غیرت بسوزونه. مواد مخدر اولین چیزی که از آدم میگیره غیرته، سلامتیه، آبروست، شخصیته، دین و ایمانه، ناموسه، همه چی از آدم میگیره. حدوداً 4 سال یا 5 سال پیش من بارها گفتم تو سخنرانی، از همین پاسگاه کورستان فکر نکنید جاده آسفالت شده خوب میگازونید، راه لار کورستان بندر عباس نزدیک شده، راه معتادان نزدیکتر شده، راه مواد فروشان نزدیکتر شده. یه خاوری، کامپرسی خاور 3 تا گاو سوار کرده بوده، نمیدونم شاید تو روز عید قربان هم بوده، کسی نمیدونه. از جلو پاسگاه کورستان میخواسته رد بشه، یه گروبانی سرباز اونجا ایستاده بوده درجه داری، میگه چه سوار کردید بار زدی؟ میگه 3 تا گاوه. شاید ازش سوال کرده گاوا رو کجا میبرید؟ شاید هم گفته برای قربانی دارم میبرم. براش مهم نیست دیگه، مهم که از پاسگاه رد بکنه. یه نگاهی به صورت گاوا میکنه، میبینه که 2 تا گاوا قبراق و سرحال و شاداب و خندرو هستن، اما گاو وسطی خماره، چشمش رو هم میاد و خماره و کف از دهانش میریزه. بعد میگه این یکی چیشه؟ میگه جناب سروان مریضه، اگه لطف بکنین هر چه زودتر که یه وقتی نمیره رو دستم باد بکنه برسونم به قصاب چیزی. زنگ میزنه خمیر، میگه یه گاو 3 تا گاوه، 2 تا گاوش اشکالی ندارن، ولی روی یکی از این گاوا من مشکوکم، دستور چیه؟ خب گاو مردم که نمیشه سر برید، 700 تومن 600 تومن پول گاوه. میگه قصاب بیارید گاو قیمت بکنید ضمانت بدید. گاوه رو چه همون که خمار بوده سرش میبارن، شکمش که پاره میکنن 11 کیلو تریاک تو پلاستیک تو شکمش خوراندن گاوو. مهم نیست یه گاو 700,000 تومن سقط بشه، مهم که این 11 کیلو تریاک به جایی بره که 5 تا عالم دارن، 6 تا میخوان عالم بشن، 80 تا دانش آموز ابتدایی دارن، 40 تا دانش آموز راهنمایی و 30 تا دانش آموز دبیرستانی، اینا همه میشن مهندس و دکتر. شهرستان وسط آزمون سراسری درش برگزار میشه، 500 تا دانشجو شرکت میکنن. تو این مسیر بخش رودر داریم، رویدر خودش سال 83 84 101 دانشجو داشته، فقط شهر رودر، روستای رودر خودش 101 دانشجو، 180 تا معلم داره، 30 تا کارمند بانک داره. سال بعدش نزدیک 60 تا دانشجو داده، یعنی تو 3 سال 4 سال 300 تا دانشجو داده، فقط همین رویدر. 700 کیلو 800 کیلو 1000 کیلو مواد مخدر. راه پاکنش هم برادران ما و شما، به خاطر که جیبشون پر بشه. امروز هم یه نفر میخواست مانع خیر بشه که این جلسه برگزار نشه تو شهر شما. من ساعت 1:30 رفتم خونه، خانم گفت که یه نفر زنگ زده، گفته با عصبانیت شیخ میخواد بیاد انجیردان. گفتم نمیدونم، من اطلاع از برنامه شیخ ندارم. گفت بهش بگو که نیاز نیست بیاد، برنامه به هم خورده. شما کی هستید؟ بماند. شیطان چه کارایی میکنه؟ بماند. عجب. اون یکی راه پاک میکنه که مواد مخدر 700 کیلو رد بشه، این یکی منال الخیر، نمیخواد مردم جون بگیرن. خب شما اسم نداری، بماند. خیلی عجیبه. من آمدم، خانم گفت که یه نفر زنگ زده ولی خیلی بی‌شهامت بوده. خانم هم بهم گفت خیلی ترسو بوده. گفتم شما کی هستید؟ گفته بماند، فقط شیخ نیاد. گفتم کور خونده.
ما میریم، بندگان خدا مشتاقن، برای دین خدا و نصرت دین خدا میریم. شیطان باید خوار و ذلیل بشه. فرقی نمیکنه کسی که با علم، با علما، با پیشرفت جامعه از کجا آب میخوره، مواد مخدر از کجا آب میخوره. یه عده‌ای براشون مهم نیست که پولشار شدن و جیبشون پر از پول بشه رو حساب سلامتی و آبرو و دین و فرزندان بچه مسلمان ها بشه و فرزندان مسلمان ها بشه. براش مهم نیست بچه ها همه معتاد بشن، مهم که جیبش پر بشه، زود پولدار بشه، گردن کلوف بشه. ولی این عاقبت نداره. با خدا که نمیشه اعلام جنگ کرد. راه برو بی راه مرو، با ادب باش پادشاهی کن، بی ادب باش هرچه خواهی کن، هرچه دلت میخواد بکن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرمایند اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر حیا نداشتی هر کار دلت میخواد بکن. این مجوز نیست، این اجازه نمیده پیامبر که اگر حیا نداشتی هر کاری دلت میخواد بکن. این داره تهدید میکنه اگه خجالت نکشیدی هر کاری دلت میخواد بکن، ولی عاقبتش با خودت. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید، جو ز جو. هرچی کنی به خود کنی، در همه نیک و بد کنی، کس نکند به تو آنچه که خود به خود کنی. مگر میشه مسلمان رو دوست داشته باشه اما عاشق پیشرفتش نباشه؟ از پیشرفت مسلمان و جامعه خودش بدش بیاد؟ خداوند ولید ابن المغیره رو در سوره، اگر اشتباه نکنم، قلم با 9 تا صفت زشت که در درونش بود وصف کرده. خداوند میفرمایند ولا تطع كل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال و بنین. میگه ای پیامبر از اینهایی که مکروبن و انگلن پیروی نکن. اینا واجب الاحترام نیستن، اینا لیاقت احترام ندارن. یکیش ولید ابن المغیره بوده، هم 10 تا پسر پهلوان داشته در عرب و هم سرمایه‌دار بوده که گله شتر و گاو و گوسفندش کل افق و پوشانده بوده. ولید ابن المغیره، ولی از بچه های پهلوانش و اون قدرت مالیش و نفوذ اجتماعیش همه خرج می کرده که مانع پیشرفت دین خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم بشه. میخواسته با رسول الله بجنگه با مالش و قدرت اجتماعیش که دین در مردم پیاده نشود. خداوند میگه ولا تطع كل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر. کسی که مانع خیر میشه، خیری به جایی برسه. امشب چه مجلس مبارکیه. بین نماز عصر تا مغرب یه دامادی بود داخل روستایی از کورستان. اونجا مراسم عروسی برگزار شد، سخنرانی هم کردیم، قرآن هم خوندن، سرود هم خوندن. فکر میکنم دامادم مال همین مناطق شما بود. نماز مغرب هم اونجا خوندیم، راه افتادیم. امشب هم 2 تا داماد اینجا. چقدر زیباست. همه خواهان دینن، آمدن عروسی دست جمعی رو برگزار کردن. ساده، متواضعانه، خداپسندانه، انسان دوستانه، عالمانه، فاضلانه، خیرخواهانه. اینهایی که مراسمشون اینطوری برگزار کردن واقعا شما رو دوست داشتن، نخواستن که تو عروسیشون بچه های شما به خاک و خون بکشونن و به روستای شما شخصیت دادن. جا داره من تبریک بگم و این 2 عزیزمون بدونن پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده کسی که سنت حسنه‌ای و خوبی در جامعه پیاده بکنه و بعد از اون مردم بهش اقتدا بکنن تا قیام قیامت اجر و پاداشش مال اون نفر اوله.